حضرت جان با کارچه زدن، نگفت در کجا با کارچه زدین مرا. بچه‌م گفت همه آدمی مرا با کارچه زده، ببینین مسلمانه یا کافر. پدر گفت فرقش چی کشنده مسلمان باشه؟ گفت ببینین، دیدن گفتن کافر است. گفت الحمدلله. گفتن چرا تو الحمدلله میگی؟ گفت اگر کشنده من مسلمان میشید خدا عذابش میداد. من نمیخوام برای من یک مسلمان عذاب بکشه. من نمیخوام برای من شده امت رسول الله عذاب بکشه. ولی عذاب میکشه، من کافر است عذاب کشیدن. و 2 روز بیمار شدن. 3م روز شیر قطعی خرما خوردن که ایروداش برآمد، فهمید که از دنیا میروند. بچه جان گفت برای عایشه مادر بگو که اجازت میتن قبر مرا در بر رسول الله بکن. نگو که امیرالمؤمنین میگه که بگه امر امیر واجب اطاعتش. برای بگو عمر بچه خطا میگه. عبدالله آمد هم گفتن مادر جان پدرم هم خواهش داره. گفت عبدالله والله